سلام بچه، امروز تو این ویدیو قراره که هدف اینه که بتونم فول مس بشم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. من سراغ ویدیو بچه. من یه دونه کانال داشتم که اسمشم همین کانالی هستش که الان تو یوتیوب دارم. بچه من 100 تا سابسکرایب داشتم و اون گوشیم خراب شد و کلا یوتیوبش پرید و سابسکرایبشم پرید. الان من یه گوشی جدید خریدم و یه کانال جدید زدم با همون مشخصات و با همون اسمی که کانالم قبلا داشت. لطفا لایک و سابسکرایباتون رو بزنین تا اینکه دوباره به همون سابسکرایب های و لایک های قبلی برگردیم. چون هدفم فول مس شدن. خب امیدوارم یه جای خوبی هم اسپام بشم و نسبتا جای خوبیه، درخت پیدا کنم. من درخت پیدا شه همون بالا فکرم درخت هست. الان درختم قطعی اومده وسط ویدیو. شانسی یه دونه درخت پیدا کردم بالاخره. من تا اینکه تمام چوبای درخت رو میکنم لایک و سابسکرایب کنیم. خب الان این کرافتینگ تیبل میخوام، همین حقیقت کافیه. خب الان باید یه دونه کلنگ بسازم مثل زغال، فقط نیاز داریم توی این ویدیو برای اینکه فول مس بشم توی این ویدیو. و هدف سختی نیست برای اولین ویدیو کانالم و اگه شما لایک و سابسکرایب رو زیاد کنین تو ویدیوهای بعد خیلی هدف ویدیو رو سخت میکنم. انقدر میکنم که در این حدی بشه که نتونم پیروز بیرون بیام از چالش. با آهن پیدا کردم، برای کلنگ آهنی نیازم میشه. خب انا یه دونه کلنگ سنگی میخوام، یه دونه فرنیس میخوام. خب فرنیس رو میذاریم همینجا، این آهنا رو میکنیم. میگم 3 تا باشه، 2 تا بود نذارم. با کلنگ سنگی هم میشه کندش. مس رو یه مسی دوروبر پیدا کرده بودم، دارم دنبال پیداش کردم. میشم که پیداش کردم.
خب الان 38 تا تونستم مس جمع کنم. الان باید دنبال زغال بگردم که تونم بپزنم مسا رو. زغال میخوام. حس میکنم رو کوه بغل این کوهی که من هستم روش زغال هست. بله مسم هست و خوب شد که اون زغاله رو دیدم، چون روی این کوه دیگه زغال نداشت. الان اینجا مسم تازه هست، میکنم بازم. به نظر من همینقدر برای زره کافیه، همینقدر کافیه به نظر من. تا من زغال رو میکنم لایک و سابسکرایب بزنید تا دوباره به اون 100 تا سابسکرایب قبلی برسم و بتونم لایو زنده براتون بذارم. خب 2 تا دیگه هم بکنیم اینجا. خب خوبه. خب بچه تو ویدیو بعدی که قراره تو کانالم بذارم مقاومت بلاک ها در مقابل کریپر هست. بعدم تا حالا 6 تا پخته، یه دونه فکر کنم بتونیم شلوار بسازیم. بله شلوار رو میتونیم بسازیم. الان یه دونه شلوار تونستیم بسازیم برای خودمون. خب الان 3 تا پخته. این زغالم بکنم. خب کافیه. یه زغال 7 تا شد. با این 7 تا یه دونه کلا، یه دونه کفش میسازم. یه دونه کابر هدنت میخوام. یه دونه هم زره برای پوشیدن میخوام. خب الان چند تا پخته؟ 3 تا 6 تا شد. الان تا حالا چیا رو ساختم؟ یه شلوار، یه دونه کفش، پس یه دونه هدمتم درست میکنم و بله یه دونه زره فقط کم داریم. خب حدود 3 تا دیگه نیاز داریم برای اینکه ویدیو تموم شه. 1 2 تا دیگه هم
میخوایم. خب این دوتا پخت. بله و اینم از این. بچه من تونستم تو اولین چالش ماینکرافتی توی این ویدیو تونستم پیروز بیام. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. هدف رسیدن به 50 تا سابسکرایب برای گذاشتن ویدیو زنده هستش. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.